15 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا. ما رئال مادریدیم، پادشاه فوتبال اروپا. رئال مادرید فقط یه باشگاه نیست، یه سلطنت فوتبالیه. از سال 1902 تاج رو سرمون گذاشتیم و همچنان هم نگهش داشتیم. بیشتر از هر باشگاه دیگه‌ای فاتح لیگ قهرمانان اروپا شدیم، چیزی که برای خیلی ها آرزوست، برای ما رئالی ها خاطر است. سانتیاگو برنابئو نه فقط یه ورزشگاه، یه معبده، جایی که فوتبال توش زانو میزنه. دی استفانو، زیدان، مودریچ و راول، کریس رونالدو، راموس، کریم بنزما، اینا فقط اسم نیستن، هر کدومشون یه فصلن تو کتابی به اسم شکوه. تو وقتی رئالی هستی حس منو بهتر میفهمی، با کلاس حرف میزنی، با افتخار راه میری. یک کلام قبلا هم گفتم، رئالی بودن کلاس میاره. رئالی بودن یه انتخاب نیست، یه افتخاره. وقتی این لوگو رو پیراهنت نقش میبنده یعنی تاریخ پشتته، دنیا روبروته، چون همیشه دنیا باید سر جنگ داره، چون تو بهترینی، تو فاتح الفاتحین. رئال مادرید، هر جا هستی به افتخارش فریاد بزن. آلا مادرید. 1 2 3